کشف جام زرین در آگوست 1958 میلادی از تپه باستانی حسنلو بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. نخستین خبر یک ماه پس از کشف جام در تاریخ 27 سپتامبر 1958 میلادی در مجله خبری لندن به طور ناشناس نوشته شد. این خبر در توصیف و تفسیر اثر بسیار نادرست و پر از حدس و گمان بود. رابرت دایسون، سرپرست تیم باستانشناسی تپه حسنلو، به این گزارش واکنش نشان داد و 4 ماه بعد در مصاحبه با مجله لایف آمریکا شرح مستندی از عملیات حفاری در تپه حسنلو، ماجرای کشف جام و نقوش اساطیری آن ارائه داد. وی همچنین با ارائه اطلاعات جام حسنلو به خانم ادیت پرادا، باستانشناس شهیر وقت، خواستار تحلیل و بررسی آلمانی آن شد. نگارش نخستین تحلیل هنری همراه با نمادشناسی جام در مجله اکسپدیشن حاصل این اقدام است. اما نخستین گزارش مکتوب همین قبل از مصاحبه با مجله لایف نگاشته شد. در این گزارش رابرت دایسون طی خبرنامه شماره 3 حسنلو مدیر خود در موزه پنسیلوانیای آمریکا را در جریان کامل کشف جام حسنلو قرار داد. در این گزارش ماجرای کشف جام زرین حسنلو 2 روز پس از کشف ساغر نقره‌ای قید شده است. در گزارش آمده است 2 روز پس از کشف ساغر نقره‌ای، یکی از کارگران که نامش ایمان بود، مدیر را به اتاق کوچکی که بعدها به اتاق استخوان‌ها یا اتاق شماره 9 شهرت یافت صدا زد. وی در آنجا استخوان‌های دست راست یک مرد را پیدا کرده بود که به دیوار تکیه داده و زیر سقف فرو ریخته له شده بود. امام قلی محمدی ملقب به ایمان، کارگری است که در گزارش خبرنامه شماره 3 حسنلو از وی یاد شده است. وی ماجرای کشف جام را چنین روایت می‌کند: بابا جان سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ قربان شما. حالتون خوبه؟ بله. بابا شما اهل کجایین؟ حسنلو. اهل ده حسنلو؟ بله. خب اینجا چیکاره این؟ نگهبان تپه حسنلو. نگهبان؟ بله. چند سال نگهبانین؟ 9 ساله. 9 سال نگهبان تپه حسنلو این؟ بله. 9 سالی که این ساختمونا از زیر تپه در اومدن؟ 9 سال؟ نه بیشتر. شما یادتونه کی جامو پیدا کرد؟ خودم پیدا کردم. شما خودتون بله. پیدا کردین؟ خودت پیدا کردین؟ بله خودم پیدا کردم. Sen buradan çıkıptı. 1337'de Cuma akşamın saat 4'te nahardan sonra yerden çıkıptı. Abra'dan. Bura cami yeriydi. جام اینجا بود. بغل یه مرده. Yüzü koylu bir bölürse yani bir düşmüştü. Bu eli beleydi. Buradan düğmeydi ta boğaz bedeni bütün düğmeydi. Ölünün buradan kol çıktı. Ölü buradan kolu çıktı yavaşça ben kolu yavaş atladım. Ha burada. Burada yetişti camın qırağına. Karcadan birini çağırdım dedim git evvel ağay askeriyanə de. Askeriyan denə Fransa çağırır. Onun dalı da Amerikalılar idi. Daha sonra. Ben burada camın qırağını çoğaltdım, əyləşdim burada. Daha sonra gəldilər burada ki cami gördülər. Ben buradan çıxdım, cami çoğaltdılar, verdiler benim qucağıma. Çoğaltdık, ben buradan belə gəldim. Buradan geldim, yavaş sıçan benim kucağımda. Buradan böyle burada kaldılar. Askeriyen gitti de son kaldı burada.
Mən buradan belə cəmi apardım o qıraqdan. Amerikalılarla gəldilər, məni götürə getdim aşağı. Cəmi qoydum aşağıda, bir onda gördüm daldan bir nəfər kargərlərdən olub özü də rəsim bura. Cəmi qoydum, gəldim bura, ondan bura qalanları çoğaltdıq. باباجان این ساختمان پایین تپه اینجا کجاست؟ Şu buranın görsü bura mədrəsə idi. Nə vəsait çıxırdı, basar, şarjlar, gətirdik, qıyqırdıq bu mədrəsəyə. Cəm işin çıxdı buradan, o cəmi də gəti qoydu bura. Bu cəmi də gəti qoydu bu mədrəsəyə. Burada biraz qalandan sonra heyət basar, şarjı ilə mən gəldim üstə.